من هر چی میگم این میگه نه. من میگم آرگوسیدی میگه فلاکس، من میگم این میگه اون میگه و جواب نمیده. وقتی سورسش رو میبینی یا این آقا چته چی شده، بعد وقتی سورس رو میبینی میگه اوها. شناختن جنس اون آدمی که داری باش مذاکره میکنی خیلی مهمه. یعنی گاهن شما باید به یه سری کورسا رو یه سری چیزا رو ببینی که بدونی آدم بدقلق بتونی باش دیل کنی. یه کتابی هست How to deal with difficult people. خیلی جالبه چجوری با یه آدم بدقلق مثلا صحبت کنیم. یه موقعی هست مثلا من یه شوخی کردم با احسان، بعد احسان ناراحت شده داره میخنده، بعد منم نمیفهمم که ناراحت از دستم دیگه. بعد احسان یه پرمیژن یه کوچولو بالاتر داره، یا اصلا هم پرمیژن هم یکسانه. یه جا دیگه پسیو اگریسیو طور یه جوری دیگه اصلا دهنم میذاره سرویس میکنم، میگه چرا اصلا احسان این کارو کرده. بعد مثلا سورسش رو میبینی میگه اوکی من یه شوخی کردم با احسان هم کاراکترش اینجوری نیست که بیاد بهم بگه آقای من از این ناراحت شدم. حالا داره توی بحث فنی با من میاد، من هر چی میگم این میگه نه. من میگم آرگوسیدی میگه فلاکس، من میگم این میگه اون میگه و جواب نمیده. وقتی سورسش رو میبینی یا این آقا چته چی شده، بعد وقتی سورس رو میبینی میگه اوها از اون بوده. خب حالا من اینو بفهمم، آگاه باشم بهش که اوکی مثلا کاراکتر احسان چه شکلیه، خیلی میتونم راحت‌تر مذاکره کنم، به نتیجه برسم دیگه. اینا چیزاییه که عمدتاً بچهای تک نداریم، یعنی هممون کم داریم حداقل، که بریم یه ابعاد دیگه‌ای هم ببینیم. مثلا مفاهیمی هست به نام آدرنس. مثلا طرف دیولپر اومده اینجا داره قور میزنه، بارها پیش اومده برای ما دیگه، همون با پا میزنه میاد تو رو، ما دیدیم به چشم که مثلا میاد آقا کارو نمی‌کنید فلان، اصلا عصبانیه داره بلایمو میندازه سمت ما، در صورتی که اصلا ما مقصر نیست. بعد وقتی میبینی که چه اتفاقی افتاده، اینجوری که یه مدیر عاملی یه پروداکت منیجر پوش کرده، پروداکت منیجر هم دهن اینو سرویس کرده، اینم اومده دهن ما رو سرویس کنه. فهمیدن کاراکترهای مختلف هم اذیت نمیشه، خیلی مهمه. چون کلا وقتی تو توقعت بالا باشه اذیت میشی، تو هر سناریویی اذیت میشی. بفهمی اون کاراکتره چجوریه که باش بتونی دیل کنی. یه دیفالتی ما داریم که اون نمیفهمه طرف، دیولپر نمیفهمه. خب اوکی یه جایی نباید بفهمه. تو دیوآپسی، تو اون رو خوندی، این برام میدونی، اون اجازه داره که نفهمه تو اون موضوع.